من میره صحبتی کنم میگیری؟ اینجا دست فروشی همین بریم سمت مرجانی شیلی مغازه ها رو نگاه کن چقدر ساده ولی شیک. تو یکی از بهترین نقطه های شهر تفلیس هستیم و مغازات در عین سادگی محلی شیکا جام و جور معمولا مغازه کوچیک حالا تقدیم همتون این نقطه که وایسادین چند تا رستوران عراقی هم هستش که معمولا کسایی که مسلمانن میان اینجا غذای عطاری این هم که همون عطاری که ماشاءالله تو ایران زیاده. همه دکترن تو ایران میگن دکتر فلان دکتر به همون بیا همینه ها حتما که برای آبر پیاده زدن مگر نه پلیس جریمه میکنه نه عقدن. که از قوانین خیلی خوبه که اینجا داره حتما باید از پیاده رو رد بشی، در غیر این صورت 50 تا 60 لاری جریمه چینج هست. صرافی هایی که توی هر خیابون حداقل یکی دوتاشون هست برای گردشگرایی که میخوان پول چینج کنن. معمولا تو خیابونای تفلیس تو هر خیابونی یکی دو تا از این اکسچنج ها هستش. بافتی خوشگل. حتما باید رو این پیاده رو رد بشیم. دوباره یه صرافی اکسچنج دیگه هست. قیمت‌ها رو نگاه کنید. هرداری دو 67 سیرالات گوشواره و انگشتر قدیمی هست. مسمار به شیشه خیلی ها دوست دارن از زبان کشور رو ببینن، چون خیلی ایرانی ها خودمون خیال میکنن میتونن ایرانی صحبت کنن. این زبانشون گرجیه، نزدیک به روسه، زبانشون هم خیلی سخته. نداشته باشی راحت. اینجا یکی از همون رستورانایی هست که گفتم هر کی میخواد غذای حلال و مسلمان میخواد اینجا غذا بخوره، این مکان مکانیه که میتونه بیاد و غذای حلال بخوره.
نمیکنه چه سنی هستن. من هر کی دیدم یا ویپ میکشه یا سیگار. اینقدر که ما دیدیم اینجا سیگار کشیدن خودمون هم هوس سیگار کردیم. باو یه چیز خیلی جالبه اینجا بیشتر ماشینا رو طرفدار رنج روورن. بگی یعنی من تو از خیابونی دو تا سه تاشو میبینم.